سلام دوستای عزیزم، من اومدم با یه آشپزی دیگه. غذای امروز ما خوراک مرغ شیشه‌ایه. موادی که بهش احتیاج داریم: پیاز، سیر، فلفل چیلی یا دلمه، سیب زمینی، هویج، گوجه و لیمو ترش. 1 قاشق ماست، کره و سس چیلی. ادویه‌هایی که باید اضافه کنیم: زردچوبه، آویشن، پودر سیر، جوز هندی، فلفل سیاه، نمک و برگ بو. حالا همه مواد رو درشت خورد می‌کنیم. همه مواد رو داخل یه شیشه دربدار می‌ریزیم. من برای این کار از شیشه خیارشور استفاده کردم. ماست، کره، سس چیلی و ادویه ها رو اضافه می‌کنیم. حالا پیاز، فلفل چیلی یا دلمه خرد شده، هویج، سیب زمینی حلقه و گوجه‌های حلقه رو اضافه می‌کنیم. 2 تا سیر کوبیده و یه پر لیمو که عطر عالی بهش میده. درشو میبندیم، تکونش میدیم بره که به مدت 2 ساعت بجوشه. این خوشمزه ترین خوراک مرغه. بفرمایید نوش جان. لایک یادت نره و سابسکرایب کن که دیگه از این ایده های باحال جا نمونی.